سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به کانال خودتون یعنی هزار هنر خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم که با هم دیگه این کیف موتیفی جذاب رو ببافیم. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشید. خب برای بافت این کیف از کاموای 3 میل استفاده کردم و قلاب شماره 2. شما میتونید از نخ مکرومه و قلاب شماره 3 هم استفاده کنید. به این صورت یک حلقه جادویی ایجاد میکنم و قلاب رو از داخل حلقه عبور میدم و یک نخ میگیرم. حالا دوباره یه نخ دیگه داخل اون حلقه میبرم و الان 2 تا زنجیره میبافم. به این صورت 3 تا زنجیره ایجاد کردم. حالا باید 15 تا پای بلند ببافید داخل این حلقه. پای بلند به این صورت هستش که قلاب رو دور نخ پیچیدم و به داخل حلقه بردم، یه نخ میگیرم و این دوتای اول رو با هم گور میکنم و این دوتای آخر رو. به همین صورت پای بلندهای بعدی رو هم ببافید. خب 15 تا پای بلند بافتم. این نخ آزاد رو میکشم که بافتم جمع بشه. حالا ابتدا و انتهای رش رو با یک بست به هم وصل میکنید. کاری با اون زنجیر اول که بافتیم نداریم. از اون پای بلند اولی که بافتیم قلاب رو عبور میدم و یک نخ میگیرم و یک بست میزنم. قبل از اینکه ادامه آموزش رو ببینید خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و اون دکمه سابسکرایب رو بزنید که کانال من رو دنبال داشته باشید و آموزش های بعدی رو از دست ندید. اضافه نخ رو قیچی کردم و نخ رو به این صورت به پشت کارم میبرم و آخرش مخفیش میکنم. حالا برای بافت گلبرگ ها نخ صورتی رو اضافه میکنم. فرقی نمیکنه قلاب رو از کدوم زنجیره عبور بدید. از یکی از این زنجیره ها قلاب رو عبور میدم. به این صورت حالا نخ صورتی رو اضافه میکنم و یه دونه زنجیره میبافم. حالا میرم سراغ زنجیره بعدی، در واقع پای بلند بعدی. قلاب رو از اون عبور میدم. به این صورت یه نخ میگیرم و یه پای کوتاه میبافم. نخ رو از هر دوتاشون عبور میدم. به این صورت یه پای کوتاه ایجاد کردم. حالا 6 تا زنجیره ببافید. خب 6 تا زنجیره بافتم. حالا از اون زنجیره دوم شروع میکنید به بافت، یعنی از زنجیره دوم شروع میکنید به بافت پای کوتاه. به این شکل یه نخ میگیرم و این دوتا رو با هم کور میکنم. حالا میرم سراغ زنجیره بعدی. در واقع داخل تک تک این زنجیره ها پای کوتاه باید ببافید. جمعاً میشه 5 تا پای کوتاه. ما 6 تا زنجیره داشتیم، از زنجیره دوم شروع کردیم، پس باید 5 تا پای کوتاه داشته باشیم. پایه آخر رو هم میبافم.
حالا قلاب رو از زنجیر بعدی به این شکل عبور میدم و یک پای کوتاه دیگه میبافم به این شکل. حالا دوباره قلاب رو از زنجیر بعدی هم عبور میدم و یک پای کوتاه میبافم. جمعاً 2 تا پای کوتاه روی حلقمون بافتم. حالا دوباره 6 تا زنجیره میبافم. تکرار مرحله قبلی هستش. دوباره داخل تک تک این زنجیره ها باید پای کوتاه ببافید. از زنجیر دومی شروع میکنید به بافت پای کوتاه. حالا دوباره با یک پای کوتاه به زنجیره ها وصلش میکنم. به این شکل قلاب رو از زنجیر بعدی عبور میدم، یک پای کوتاه میبافم و دوباره از زنجیر بعدی عبور میدم، یک پای کوتاه دیگه هم میبافم. دوباره 6 تا زنجیره و تکرار مراحل قبلی هستش. به همین صورت 8 تا گلبرگ باید ببافید. خب من 8 تا گلبرگ بافتم. حالا این گلبرگ آخری رو که بافتیم میخوام که متصلش کنم. از زنجیر بعدی به این شکل، در واقع اون زنجیر اولی که بافتیم، منظورم نخ صورتی هستش، از اونجا عبورش میدم به این شکل و یک بست میزنم. حالا باید گلبرگ ها رو ببافیم. داخل اون زنجیر اولی، اون پای کوتاه اولی که بافتیم، به این شکل از اون حلقه عبورش میدم و یه پای کوتاه میبافم. حالا قلاب رو از حلقه بعدی به این شکل عبور میدم، یک پای متوسط میبافم. نخ رو از هر سه تاشون عبور میدم. این میشه پای متوسط. برای حلقه های بعدی پای بلند ببافید. قلاب رو از 2 تای اول عبور میدم نخ رو و 2 تای آخر. بعدی رو هم پای بلند میبافیم. آخری رو هم به این شکل یک پای بلند میبافم. خب حالا توی این حلقه آخر ما باید 2 تا پای بلند دیگه ببافیم. جمعاً یعنی از اون حلقه آخر 3 تا پای بلند بافتیم. 2 تای دیگه پای بلند داخل این حلقه آخری میبافم. این یک، اینم دومی. خب حالا ما 3 تا پای بلند به این صورت داخل این حلقه آخر داریم. حالا یک زنجیره اضافه هم میبافم و دوباره داخل همین حلقه آخر 3 تا پای بلند دیگه میبافم. جمعاً ما 6 تا پای بلند داخل اون حلقه آخر بافتیم. حالا پای حلقه های سمت مقابل رو هم
به همین شکل میبافیم. از حلقه اولی یه پای بلند میبافم، حلقه بعدی باز هم یه دونه پای بلند. خب از اون حلقه یکی مونده به آخر یه پای متوسط میبافم به این شکل. هر سه تا رو با هم کور میکنم. خب اون حلقه آخری رو پای کوتاه میبافیم. به این صورت. حالا با یک بست از این قسمت گلاب رو عبور میدم و یک بست میزنم. به همین صورت گلبرگ های بعدی رو هم میبافم. حالا میرم سراغ گلبرگ بعدی. گلاب رو از اون حلقه اولی عبور میدم، یه پای کوتاه میبافم. گفتیم که اولی پای کوتاه باید باشه، دومی پای متوسط، بقیه پای بلند. خب اینو پای متوسط میبافم. خب حلقه های بعدی پای بلند. به اون حلقه آخری که رسیدید 3 تا پای بلند میبافید، یه دونه زنجیره، دوباره 3 تا پای بلند دیگه. خب رسیدیم به حلقه آخر، یه دونه پای بلند رو بافتم. حالا 2 تای دیگه داخلش میبافم. این دومی. حالا یه دونه زنجیره، 3 تای دیگه داخل همین. خب 6 تا رو بافتیم. حالا میریم سراغ حلقه های مقابل. یه دونه پای بلند داخل اون حلقه اول بافتم، داخل حلقه دوم هم یه پای بلند دیگه میبافم، حلقه یکی مونده به آخر رو پای متوسط میبافم و حلقه آخری رو پای کوتاه. حالا با یک بست به این شکل متصلش میکنم و میرم سراغ گلبرگ بعدی. به همین صورت بقیه گلبرگ ها رو هم ببافید. خب به این شکل 8 تا گلبرگ بافتم. گلبرگ آخری رو هم با یک بست متصل میکنم به این صورت. حالا 5 تا زنجیره میبافم. و به پشت گلبرگ به این صورت متصلش میکنم. به این صورت میبرم پشت اون گلبرگ و از این قسمت متصلش میکنیم. گلاب رو از این زنجیره ما بین 2 تا گلبرگ عبور میدم. به این شکل یه نخ میگیرم و یک بست میزنم. حالا دوباره 5 تا زنجیره دیگه هم میبافم. به همین صورت دور تا دوره این گلبرگ ها رو به این شکل با زنجیره متصل میکنم. به این صورت یک بست میزنم
دوباره میرم سراغ گلبرگ بعدی. به همین صورت بقیه رو هم ببافید. پنج تا زنجیره آخر رو هم بافتم و میخوام که متصلش کنم. بازم قلابم رو از زنجیره ما بین دوتا گلبرگ عبور میدم و یک بست میزنم. حالا اضافی نخم رو قیچی میکنم و به این صورت نخ رو میکشم بیرون. حالا نخ رو میبرم پشت کار و اونجا مخفیش میکنم.